سلام خدمت رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. سیزن بعدیش استارت خورده و امروز میخوام تو مود کیاس تو تاپ 580 براتون لایو بتل بدم، 3 تا بتل و ببینیم که تا چه کاپی میتونیم پوش کنیم. 3 تا بتل میخوام بزنم، بریم داشته باشیم. خب هانتر و موتار، من موتار رو هستم. ماسکیتر، رونین و تیر، این 4 تا کارتی که انتخاب میکنم. حالا بریم سراغ این که تقویت کننده با ما چی میده. موو اسپید اسپیرت شارت، موو اسپید جاینت انتخاب میکنم، سری به تاور بچسبه. خب یه اسکلتون برای میرم، شاید به این احتمال بدم شاید سایکلش خوب نباشه و موتورم برای دفاع میریم. اکسیرش بخواید نخواهید انگار 2 برابره و این نکته خوبیه، اکسیرتون زود خالی نمیشه و هانترشو انداخته. ما یه حمله بزنیم به این صورت. او مای گاد بچه ها، اینجا هم یه تیر بنازم، به تیر بسیار خوشگل. خوبه، دمیج اوکی دادیم نسبتاً و خب اینجا ما چیز میکنیم، اسکتو برای میریم. ریدیوس پری کول داون رو میزنیم. دوم الکترو اسپیریت زیاد به درد نمیخوره، 3 تا الکترو اسپیریت زیاد چاله، بس رونین رو انتخاب میکنیم. موتور، خب اوکی. ماسکیتر، راکتش یه باونسی راکت. خب اینجا اسکلتون برل رو میریم برای در واقع گابلین هاتش و یه تیر فوق‌العاده. یه رونین هم میریم سمت راست، خیلی الکسیر هدر داد. خوبه، اوکی. زب آلیش، خب پری اینچارج الینس، رونین رو میزنیم. خوبه، تقویت کننده های خوبی داره نسبتا. اینجا یه چیز بندازیم کارمون تو دفاع راحت‌تر بشه. اینجا هم یه دونه تیر. خب این چیکار میخواد کنه؟ خوبه، یه ماسکیتر. اوکی. اوه ریجو، الیت 2 ماسکیتیرز میزنیم، بسیار عالی. بچه بتلا لایو فیزشو ببریم. چیه؟ 4 رایدرز اینتو رویال هاکس. جاینت فول اسپید خیلی خوبه انصافا. 2 تا تاور رو گرفتیم، حالا باید بریم تو فاز دفاع. قشنگ باید بریم تو فاز دفاع. هوک رایدر، 4 تا هوک رایدر. این رونینه خیلی خوبه حاجی، نگاه کنید ریج میندازه. ماسکیتر هم خوبه. این از این بتل اول تو مود کیاس و سطح بتلا بالایی، چون داریم تو تاپ بالا داریم پلی میدیم تو این مود. الان تاپ چندیم؟ 606 نه 387 تاپ 387. بریم بتل بعدی. بچه نیاز به حمایت دارم، انصافا حمایت رو بزنید، لایک کنید، سابسکرایب بکنید و حمایت یادتون نره. انصافا برای این ویدیوها تو این سبک پلی دادن یه خورده کار سختیه و انصافا نیاز به حمایت و ساب دارم که براتون ویدیوی بیشتری آپلود کنم. انشالله که خیر باشه بچه. خب حرف بعدی رو میندازه. چی میندازه؟ میگه هیت اسپید. این تسلا رو برمیداریم. هیت اسپید تسلا برای دفاع نیازمون میشه. کارتای سایکل داریم.
ویچ اسپان ریتش داره زیاد میکنه. خب پرنسس بریم. اینفرنو تاور داریم، بیلدینگ های خوبی داریم. اونجا لیت بربر رو میریم. اوکی اسکلتون آرمی. مشکل اینه که من برای اسکلتون آرمی هیچی ندارم و یه چالشه برام. انصافا باید اینجا حواسمون باشه. خب اینجا یه سوتی داره میده با این اسنوبالش. ما هم میایم فرصت استفاده میکنیم و غنیمت میشماریم و برای چیز میریم. یه تسلا به این منظوره. تسلا به درد این میخوره که دارید میبینید و عالی. خب اینجا دیگه الیت بربر رو چیز میکنیم. اینجا موتور میزنیم، ایت اسپیدش بره بالا. اینجا دیگه حواسمون هست دیگه الیت بربر الکی نریم انصافا، چون چیز داره. پرنسس اینفرنو تاور. اوکی نایس. نایس عالی. یه موتورم به این منظوره. اسپان دابلین اشکالی نه. نیو اسپیر اسپانس آن جاب آپ تو چیز. نه تسلا عادی رو من بیشتر ترجیح میدم برای دفاع. این تسلا خوبه. گابلینشتاین نیازی ندارم. اوکی این اسنوبال زیاد نمیدونم. اوکی هیل آن اتک برزکر. خب اینجا بتل باید جمع کنیم. ببینید الان داره زمین شلوغ میشه و این شلوغ بودن زمین اصلا اوکی نیست نظر من. تسلا اینجا داره هندی داره کار جمع کنه. اینجا اسکلتون آرمی چیز اومده، چی میگن اسم خوبی داره. آها برزکر به تاور برس. تاور رو باید بگیریم ازش. تاور رو باید با این برزکر بگیریم. آها بنازم. هیل اسپریت ها رو واجی. هیل اسپریت تموم نمیشه بنازم. این هم بتل دوممون تو تاپ 400 این مودیم. تو این مود قراره یه تاپ خوب بکوبیم تو این اکانت. یه دونه تو 288 دارم تو تریپل درافت. اینم میخوایم بهش اضافه کنیم و جی جی ویل پلید. بریم سراغ مچ آخر و ویدیو رو خیلی خلاصه ببندیم. این بتلا بعد پلی بدید قلقا دستتون بیاد و الان یه بتل دیگه بریم رو مرز چیز میریم. تاپ 242. تاپ 242 سطح ویدیو بالاه. حتما کامنت برام بذار داداش و بریم سراغ مچ آخر. 1700 بزنیم و ایزی دیگه، ایزی پیزی. اینفرنو دراک رونین. اینا بتل سوم. میخوام ویدیو خلاصه باشه بعد این تا فردا پوش نمیکنم. 14 روز مودش وقت داره. بچه‌ها ویدیوهای منو ببینید چجوری کارت دارم انتخاب میکنم که ضد حرفه و چجوری دارم آنالیز میکنم. بعد انگلیسیتون خوب باشه. اگه انگلیسیتون خوب نیست زبان فارسی رو بکنید و اینجا حواستون باشه هر مثلا چیزی اوکی نیست. مثلا اسپلاش دپلوی اسلش آیس ویزار دارم رو اینو به ریرش و این چیزاش نگه میدارم. خب عالی. الکترو ویزارد. یه بیبی دراک خوبه بسیار عالی. یه جلادم به این صورت میندازیم. یه دونم عرضم به حضور شما که آیس ویزارد
و ایزی اینو دیفند میکنیم. خب اینجا سمت چپ بوش میریم. خب دو پوش گابلینز هیت پوینت جلاد، هیت پوینت جلاد رو میرم، هیت پوینت جلادم بخوام سگ جون باشه و این سگ جون بودن خوبه. بسیار عالی. اینجا هم یه جلاد. خب بسیار عالی. یه دونه واینز رو تاور میریم. اوکی نایس. یه دونه حمله بذار بکنیم آقا. خب ایوو permanent slowdown egg spawns ایوو dragon. بذار اینو بریم. بیبی دراگ هستم. اوکی نایس. الکترو ویزارد. دارک پرنس چیه؟ سوارم آف باتس. جلاد خوبه چیز هیت پوینتش. یه بیبی دراک. اینفرنو دراک بچه، اینفرنو دراک هر چی دیگه اینفرنو دراک رو بزنید. اپیکش خیلی قویه. الان میگم چرا قویه. نگاه کنید اینجا رو، سمت چپ رو ببینید. سمت چپ رو فقط نگاه کنید. هانتر رو از اینجا داره دمیج میدیم. هانتر رو ما داریم از اینجا دیفند میکنیم. باورتون میشه؟ آجی نگاه کن انصافا. اینا واینزش کنیم. حاجی نگاه کنین اینفرنو دراگو. حاجی اینفرنو دراگو نگاه کنید. حاجی اینفرنو دراگو نگاه کنید. فقط دارم الان اینفرنو دراگ اسپان میزنم. اوکی رونین. واه اینفرنو دراگو ناموسن نگاه کنید بچه ها. آجی اینفرنو دراگ. اوه اینفرنو دراگ همه رو میندازه آجی. حاجی خیلی حالت دفاعی داره میشه. اولی نمیخوام جون جلدادم از بین بره، چون یکی کارت یه تنها میتونید چیز کنید. اوه حاجی عجب بتلی. جی و ویل پلی. تموم. ببینیم تاپ 200 شدیم. تاپ 200 خیلی سطح بالا تو کلش رویال انصافا. اونم به صورت لایو.
1700 و تاپ 164 تو این ویدیو به ثمر رسوندیم. 100 بالا بود. خواهشی که دارم لایک، کامنت، سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو آپلود بکنم و بتره کنید. حمایت یادتون نره. با امید دیدار.